امروز اومدیم خیابون اسفیر، قراره بریم هتل موتلاشو بگردیم و اینجور چیزا. قراره امروز بریم اسفیر و تا آخر ویدیو با ما باشید. قراره خیلی روز خوبی باشه. خیلی هم هوای خوبیه، اصلا واسه بیرون رفتن عالیه. نه خیلی گرمه نه خیلی سرده، ولی زیر آفتاب یه ذره گرم میشه. این ور خیابونه. به به به. اومدیم زنی اینجا به نام وین، یه فعلا شاپینگ مالیه، هنوز به جای خوبش نرسیدیم و ظاهرا مال هتل بلاژیوه، همون ویدیو قبلیام بود. سقف رو نگاه. بنده رو میبینید این دفعه در آینه های هتل بلاژ. چرا خاموش شد؟ ظاهرا یه اطلاعات غلطی به من رسیده بود. این بود که اینجا که اومدیم هتل وین مال بلاژیو نیست، اصلا هتل وینه، ولی صاحب این هتل وین کسی که هتل بلاژیو رو ساخته و اونو فروخته، اومده یه هتل به نام خودش ساخته که فامیلیش هم وینه. این هتل هم خارج شدیم، حالا ببینیم کجا میخوایم بریم. رنگی ها رو نگاه. خیلی جالب در مورد نوادا هست. کلا تو نوادا هیچ چمنی پیدا نمی‌کنید، به خاطر اینکه کویره هیچ کسی اجازه نداره چمن نصب کنه تو حیاتش. حالا نصب نگم، بکاره. واسه همین همه جا چمن مصنوعی کورم شدن. ما ظاهرا قراره بریم سکشنش که مال ونیس ایتالیاست. اینم اگه دقت بکنین اسمش گاندالوه اگه اشتباه نکنم. اینو تو دریاچه‌های ونیس هم کوچه پس کوچه‌اش از اینا سوار میشن. ظاهرا به این سکشن ونیسی که ما میگیم ونیس، اینا میگن ونیشن. اینجا که الان ما بودیم طبقه پایین اون دریاچه رودخونه و ایناش بود. الان میریم یه چیزی میخوریم، بعد چون ورودی اسفیر از اینجاست با دوباره همین رو برگردیم بریم اونجا. سو میبینیم. چقدر همه چی رنگارنگه. حالا تازه الان من تو سایم بیام تو آفتاب خودم هم رنگارنگ میشم. چشم نمیتونم خیلی نگه دارم. ماشاءالله چقدر بلند و خوشگل بود. اینم که روم شده انگار. داریم وارد هتل کازینوی لینک میشیم. اونجا که داشتم نشون میدادم، اونجا ظاهرا موزه مادام توسته. موزه مادام توست چیه؟ آدمای معروف رو بهشون خودشون میگن وکس کردن چیه؟ مجسمه‌شون رو میسازن همه ابعاد واقعی. یعنی مثلا دوین راک جانسون که انقدر گنده است و همونقدر گنده است. این بزرگترین موزه مادام توست دنیاست. همه سلبریتی معروفا رو داره. دوالیپا، لیل ناز اکس، دیگه راک، همه هر کی فکرشو کنید. لیزو. اینجا ظاهرا خیابون لینکسه و دلیلش هم اون چرخ و فلک اون پشته. و رستوران گوردن رمزیه، فیش اند چیپس. اینه رستوران گوردن رمزی. اینجا ظاهرا هتل فلامینگوه. بعد نگاه کن فلامینگو داره، یه دونه این ورش داره یه دونه هم این ورش داره. او پاستیل میده. اینا رو نگاه چقدر گنده است. گامی بر. اینا گامی بر البته. چقدر همه چی گنده است آمریکا. باز یه ویدیو دیگه من گرفتم و دارم خوراکی میخورم. اومدیم یه رستوران نهار بخوریم بعد بریم دوباره اون وری که اومدیم. رستورانه ظاهرا مکزیکیه. استثنا نمیخوام ویدیوی تست بگیرم، فقط نشون دادم چون میخوام با لذت بخورم.
و نمیخوام گشنت بشه. تو خدافظ. غذا رو خوردیم، همه این مسیری که رفته بودیم و برگشتیم که بریم سمت ونیس و دریاچه‌ای که داره. آدم توست است که گفتم همه رو داره. سقف و نگاه، به طرز عجیبی سقفش قشنگه، هرچند عجیب نیست. نگاه کن چقدر دیتیل داره و همه بالای این مغازه ها هم نقاشی کردن. حالا اون بریا رو اونا رو کردن. همین الانش هم قشنگه از این زاویه من. کلن خیلی فضای جالب و فانتزی. بیس اینجا دقیقاً ظاهرا جوری که توضیح دادم مثل ونیسه. دو طرفا پیاده رو و خونه و ایناست که حالا اینجا به جای خونه مغازه است و وسط هم که یه کانال آبه و هر از گاهی هم یه سری پل این برای پیاده رو اون برای پیاده رو وصل می‌کنه. پلش هم یه همچین چیز کوچولوییه که پیش پاتون هم داره میاد بیرون. اومد بیرون. پلاشون این شکلیه دقیقاً. الان خودم هم روی یکی از اینا وایسادم. بعد از زیرش قایق رد میشه. ظاهرا کسایی که این قایق توره رو میرونن رسمشون اینه که آواز اپراتور باش بخونن. اپراتور نه، اپراتور. به نظرم اگه بیشتر از این ادامه بدم ویدیو طولانی میشه، حوصله‌تون سر میره. واسه همین اسفی رو توی یه ویدیو دیگه واسهتون جدا میگیرم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. امیدوارم بهتون وایب خوبی داده باشم. تا یه ویدیو دیگه از سری ولاگ‌های من. فعلا خدافظ.